من سال 2012 از ایران بیرون اومدم و الان 11 ساله که مقیم دبی هستم. لزومی نداره راجع به گذشتم بگم، شاید خیلی از شما میدونین و احتمالاً حدسش رو میزنید که با چه حالی خونم رو و سرزمینم رو ترک کردم و مقیم این شهر شدم و چقدر 10 سال گذشته نشستن در سکوت و تنهایی و بودن در شهری که خیلی از امکانات فرهنگی و هنری رو برام نداشته و نمیتونستم خود واقعیم باشم یا خیلی از کارهای فرهنگی هنری که توی ذهنم داشتم رو انجام بدم و برنامه برگزار کنم، جایی باشه که آدم‌ها دور هم جمع بشن برای اون محتوایی که قراره توی اون جمع اتفاق بیفته و من جای خالی اونو توی زندگیم خیلی احساس می‌کردم و اگرچه که علاقه‌ای ندارم مظلوم نمایی کنم یا بگم که خودم رو در واقع با اون چه که نیروی غیر از خودم و از بیرون بر زندگی من وارد کردن بخوام بگم که این اتفاقا برام افتاد، دوست دارم از اون چه که خودم در زندگی ساختم حرف بزنم و خیلی خوشحالم که امروز در 20 آبان 1402 پشت این تریبون در کنار شما هستم و با افتخار میگم که مهر ماه راه افتاد و من دستم رو به زانو گرفتم و دوباره بلند شدم تا توی این شهرم دوباره زندگی کنم.